بدنام یزدان. درود بر همه هموندان کانال یوتیوبی خردورزان. از شما خواهش میکنم که دکمه سابسکرایب را بزنید، یعنی مشترک شوید و سمت راست دکمه زنگوله را هم فشار دهید تا از رسیدن برنامه ها آگاه شوید. مطالب بسیار بسیار زیادی هست که باید خدمتتان عرض کنیم. قول میدهم که بعدنش بهتر باشه. بگذارید گروه یکم جا بیفته، جلوی ما گرفتن نشه، بعدن خواهید دید. خب، عنوان برنامه هست لر نژاده ترین نژاد آریایی. به عنوان مثال عرض می کنم. در زبان لری شوهر را میره گویند که برگرفته از واژه میریاست که آریاییان 7000 سال پیش به نام آور خانه میگفتند. این است دیرینگی قوم لر. شاعر بزرگ سیمین بهبهانی چنین میفرماید: میدانید از کی لر مظهر خنده شد؟ از وقتی که تو خود را صاحب فرهنگ میدانی، مهمانش شدی و او تنها گوسفندش را برایت سر برید و با خوشرویی از تو پذیرایی کرد. و آنگاه که به شهر پرزرق و برق تو آمد، آدرس ساندویچی سر کوچه را با نگاهی عاقل اندر صفی به او نشان دادی. میدانی از کی لر خنده شد؟ آنگاه که او تمام زندگیش را به زنش سپرد و تفنگ به دست از شرم و ناموس تو دفاع کرد. میدانی از کی لر مظهر خنده شد؟ آنگاه که تو به راحتی دین متجاوزین به کشورت را قبول کردی و او جنگید و جان داد، ولی آن ننگ را نپذیرفت تا توی صاحب فرهنگ و هموطنش آن را به او غالب کردی. میدانی از کی لر مظهر خنده شد؟ آنگاه که تو نفت را از سرزمین او استخراج کردی تا با پولش به لر فخر بفروشی و آنچنان دچار توهم شوی که خود را صاحب فرهنگ بدانی و لر را بی فرهنگ خطاب کنی. سرگذشت احمقانه خود را به اسم لر و در قالب جک لری بیان نکنی. یه روزه لره فلان، یه روزه یه لره بهمان. یه لره میشه دکتر ملک حسینی، تنها پزشک پیوند کبد در آسیا. یه لره میشه علی مردان خان که به ارتش رضاخان میگه هر عقابی بخواد از آسمان کشور عبور کنه باید پرهاشو باز بده. یه لره میشه پروفسور موسیبند و قلب مصنوعی را اختراع میکنه. یه لره میشه سردار اسعد بختیاری، فاتح تهران و پیروز کننده نهضت مشروطیت. یه لره میشه پروفسور کرمزاده، استاد جهانی ریاضی. یه لره میشه احسان کامرانی، استاد دانشگاه هاروارد و مخترع قرنیه مصنوعی. یه لره میشه پروفسور باهر، مغز سوم فیزیک جهان. یه لره میشه بی مریم، شیرزن بختیاری. یه لره میشه
بانو قدم خیر رهبر مبارزان عشایر در مقابل انگلیس. یه لوره میشه به نام محمدی اولین نوجوان شهید راه وطن. یه لوره میشه حسین پناهی تا ابد میمونه حرفاش. یه لوره میشه بابا طاهر. یه لوره میشه آریوبرزن فرمانده ارتش داریوش. ما که زوک لوری میفرستیم اینم به اشتراک بذاریم، تمام ایران سرای من است. آخرین حرف علی مردان خان بختیاری موقع اعدام: چشمانم را نبندید تا ببینم چگونه شغالان یک شیر را از پای در می آورند. سال روز شهادت علی مردان خان بختیاری را به تمام مردم لرستان و همه مردم ایران تسلیت عرض می کنم. روحش شاد و یادش گرامی. هر مشکلی آسان شود از مستی و ترسم، خالی شودم ساغر و هوشیار بمیرم. گفتی به تو بگذارم از شوق بمیری، قربان سرت بگذار بمیرم. آری از پشت کو آمدم، چه میدانستم این بر کو باید برای ثروت حرام خورد، برای عشق و غیره خیانت کرد، برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد و برای به عرش رسیدن باید دیگری را به فرش کشاند. وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را میپرسم میگویند از پشت کوه آمده است. از پشت کوه آمده ای، از پشت کوه آمده ای. ترجیح میدهم به پشت کوه برگردم و تمام دغدغه‌ام سالم بازگرداندن گوسفندان از دست گرگ‌ها باشد تا اینکه این ور کو باشم و گرگوار انسانیت را بدرم. استاد محمد بهمن بیگی. تا برنامه دیگر، بدرود.